سلام عزیزای دلم، حالتون چطوره؟ امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز هم در خدمت شما هستم با کلی انرژی مثبت و رازهایی از آینده شما. از همین ابتدای ویدیو با لایک هاتون میتونید از من حمایت بکنید. حالا از فروردین ماهی عزیزمون شروع میکنم. فروردین ماهی به زودی از طرف شخصی بزرگ به شما کمک میشه و گشایشی در کارتون پیدا میشه و توفیقاتی نصیب شما میشه. از آسیب بدخواهان به دور میمونی و دوستان نیز با تو صمیمیتر میشن. اگر قصد سفر داری انجام بده. اگر قصد ازدواج برای خودت یا کسی داری یا قصد انجام کار یا معامله ای رو داری انجام بده. بخت با تو یاره. فرزند صالحی نصیب تو میشه که قدمش برای تو خیر و مبارکه. از مال حرام بپرهیز. در نماز کاهلی نکن. مراقب افکار و اعمال و رفتارتم باش تا گرفتار صدمه و بلا نشی. بریم سراغ اردیبهشت ماهی عزیزمون. اردیبهشت ماهی به زودی مقصودت برآورده میشه. از غم رها میشی. باید شکر خدا رو به جا بیاری. افرادی هستن که در حین دوستی غیبت تو رو میکنن. از این افراد دوری کن و به سمتشون نرو. برای مقصود و نیتی که داری باید تلاش کنی تا به اون چه که میخوای برسی. اگه کسی رو رنجوندی باید از اون دلجویی کنی و دلشو به دست بیاری تا در کارت موفق بشی. در کارها مردانه پیش برو. به خداوند توکل کن تا به مراد دلت برسی. حالا میریم سراغ خرداد ماهی عزیزمون. خرداد ماهی فکری رو که در سرت داری ترک کن. صبر پیشه کن تا گشایشی در کارت ایجاد بشه. قال و قیل و تلاش بیهوده نکن. از بدی دوری کن. به امور و مشیت الهی تسلیم شو و جز در راه او کوشش و عمل نکن. از دروغ بر حذر باش چون عده‌ای قصد تهمت زدن به تو رو دارن. تا 12 روز دیگه گشایشی در کار تو ایجاد میشه. صبور باش و به خدا توکل کن تا از بدی و سختی به دور بمونی و به مراد دلت برسی. بریم سراغ تیر ماهی عزیزمون. تیر ماهی ایمانت رو قوی کن. اون چه رو که آرزو و انتظارش رو داری از خدا طلب کن. فقط از خدا بخوا که خدا همیشه پشت و پناهته. به زودی کارهات سر و سامون پیدا میکنه و به مراد دلت میرسی. البته با همت و اراده خودت. از اون چه که میترسی در امان هستی. از هیچی نترس و فقط به خود خدا توکل کن. یه خانومی هم هست که همیشه برای تو داره دعا میکنه و همیشه دست نیاز به سوی خداوند دراز میکنه و برای شما داره دعا میکنه. بریم سراغ مرداد ماهی عزیزمون. مرداد ماهی روزهای خوبی رو در پیش داری. ناامید نشو. از کسی جز خدا یاری نخواه. از رحمت حق غافل نشو. افکار و نیات پاک در سر داشته باش تا به بخت با تو یار باشه. گشایشی در کارت ایجاد میشه. از افراد بد دوری کن. غیبت کسی رو نکن تا در کارت موفق بشی. بریم سراغ شهریور ماهیمون. شهریور ماهی از خصومت دست بردار. اگر قصد انجام کاری داری یکم صبر پیشه کن.
یا فکری بد در سر داری از اون دست بردار. از کسی از تو رنجیده، از اون دلجویی کن. اگه خواسته و آرزویی داری تا 10 روز آینده انشاءالله به اون میرسی. صدمه‌ای به تو رسیده که به خیر گذشته، صدقه بده که انشاءالله رفع بلا بشه. از پول و درآمد حرام هم دوری کن. در همه کارها هم به خود خدا توکل کن. بریم سراغ مهرماهی عزیزمون. مهرماهی اگه بیماری به زودی سلامتی خودتو به دست میاری و از سلامتی و تندرستی برخوردار میشی، به زودی زود زندگی خوب با خانوادت خواهی داشت. در کار و معامله سود خوبی نصیب تو میشه. یکی از کسایی که به او نیکی میکنی به تو بدی میکنه، اما از کار خودش هم پشیمون میشه و ابراز پشیمونی میکنه چون غمخوار توه. اگه قصد سفر داری برو که سفر خوبی در پیش خواهی داشت. اگه چیزی رو از دست دادی به زودی به دست خواهی آورد. اگه مسافری داری به زودی باز میگرده. اگه یکی از نزدیکان در زندان به زودی آزاد میشه. اگه خواسته ای داری به زودی برآورده میشه. از کارهای بد دوری کن. برحذر باش که در انجام کارهای خیر پیش قدم باش. به خاطر انجام یک کار خوب و خیر بر سر زبانها میفتی. از جایی که انتظارش رو نداری پول یا چیزی به شما میرسه. پس خداوند رو همیشه شکرگزار باش. بریم سراغ آبان ماهی عزیزمون. آبان ماهی به زودی یک گره از کارت باز میشه. به هر خواسته‌ای که داری میرسی. ممکنه کسی به زودی به جمع خانواده شما اضافه بشه. دوستان خوبی داری. به وقت نیاز با آنها مشورت کن. تا حدی از شر بدخواهان در امان هستی. در چند روز آینده یک خبر خوشحال کننده میشنوی. اگر آرزو یا نیتی که داری به اون میرسی. در کارهات به خدا توکل کن تا به امید حق کارهات درست بشه. رازتو به هیچ کس نگو. به کسی اعتماد نکن. همیشه راز دلت رو با کسایی در میان میذاری و از شما سوء استفاده میکنه. از بدیها پرهیز کن. آنچه را که در انتظار داری انشاءالله به زودی به اون میرسی. بریم سراغ آذر ماهی عزیزمون. آذر ماهی طالع خوبیه، اما اگر راحت طلب هستی از این نیتی که کردی منصرف شو چون پشیمون میشی. آدمی شتاب زده و عجولی. زنی کوتاه قد سفید چهره 100% در حیله و نیرنگ زدن به تو. مراقب باش به دام او گرفتار نشی. اگه قصد سفر داری تا 15 روز دیگه اونو به تأخیر بنداز تا از سستی و غمی که تو رو به خودش مشغول کرده بیرون بیاره. مدتیه با خودت درگیری. زندگی شیرین و با ارزشی داری. خودت رو دریاب. به خدا توکل کن. همه چیز زندگی در دست خود خداست. پس صلاح همه بنده ها رو خود خدا میدونه. پس خودتو به دست خدا بسپار. بریم سراغ دی ماهی عزیزمون. دی ماهی طالعت خوبه، اما از نیتی که کردی منصرف شو تا عاقبت کارت
خیر بشه. از بدیها دوری کن. رازت رو نگه دار تا در حق تو دروغ نگن. به همه اعتماد نکن. از خوابی که دیدی نترس. پیش همه تعریفش نکن. عاقبت کارت انشاءالله خوب پیش میره. از عاقبت کارهات، از خوابهایی که میبینی، از رازهایی که در دلته با همه در میان نذار و بازگو نکن. کسی که داره باهات به تو ادعای دوستی میکنه با تو رو راست نیست. البته نمیتونه به تو صدمه‌ای بزنه، ولی بهش اعتماد نکن و ازش دوری کن. مراقبش باش و به خدا توکل کن. بریم سراغ بهمن ماهی عزیزمون. بهمن ماهی چیزی حلال به تو رسیده یا میرسه. گشایشی در کارت پیدا شده، ولی کسی از تو رنجیده، باید دلش رو به دست بیاری. از او دلجویی کن. از افراد تنگ نظر، از افرادی که تنگ نظرن، از افرادی که خیلی چشم ندارن زندگی خوش بقیه رو ببینن، دوری کن. به خدا پناه ببر تا در شر آنها در امان باشی. نیتی که کردی پابرجا باش و به خدا توکل کن. از اون چیم که داری آرزو داری انشاءالله به اون میرسی. نیتی هم که کردی به خواستت میرسی. به خداوند توکل کن تا از غم و رنج رهایی پیدا کنی. پول و ثروت خوبی نصیب تو میشه. اگر با کسی دعوا داری عاقبت به نفع تو تموم میشه. اگر دادگاهی داری پله های دادگاه رو دارم برد میبینم بالا میری. برگ برنده انشالله با خود توه. اگه چیزی رو دست دادی انشالله دوباره به دستش میاری. از عبادت کوتاهی نکن. مدتیه که از خدا عبادت کلا دور شدی. از عبادت کوتاهی نکن. دوباره به خدا پناه ببر تا کار درست بشه و همیشه خدا پشت و پناه تمام بندگانشه. بریم سراغ اسفند ماهی عزیزمون. اسفند ماهی نیت خوبی کردی، طالع با تو یاره. شکر خدا رو به جا بیار. قصد ازدواج داری، معامله‌ای داری، قصد شراکت داری، سرمایه گذاری داری، بخت با تو یاره، به شرط اون که به خدا توکل کنی و اگه میخوای با کسی در میان بذاری خوب و بد و همیشه در نظر داشته باش. اگه با کسی درگیر هستی عاقبت به نفع تو تموم میشه. یه خورده بین دوستای خوب و بدت همیشه یه تفاوتی بینشون هست که به این تفاوت خیلی وقته که میخوای برسی، اما با کسایی که از تو بزرگترن، از تو خیلی بزرگترن، از تو خیلی باهوشترن، با اونا در میان بذار که بتونی به اون تفاوت برسی. قصد معامله و خرید و فروشی رو داری که سود زیادی ازش میبری. قصد سفر تجاری داری انشاءالله برات سود بخشه. خلاصه این که هر قصد و نیتی که داری انشاءالله بهش میرسی، چون طالع سعده و همه چیز بر وقف مراد تو داره پیش میره. عزیز دلم،
یا قصد جابجایی و نقل مکانی رو داری. اگه قصد داری تغییر شغل بدی به اون عمل کن، به نفع تو تموم میشه. غیبت دیگران رو نکن، به کار خودت مشغول باش تا آنچه که در خداوند صلاح و مصلحت تو دیده برات پیش بیاد. امیدوارم از این فال امروز من خوشتون اومده باشه. با لایک کردن به من میتونه انرژی بدین که روز به روز بتونم با فالهای بهتر و قویتر براتون به اشتراک بذارم. شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. التماس دعا دارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.